بزرگترین درد ما اینه که رهبر جامعه باید امیدآفرین باشه. چرا آقای خامنه‌ای به جای وعده دادن نابودی اسرائیل به مردم ما نمیگه مردم 25 سال آینده ما تورم نداریم، مردم 25 سال آینده ما دزدی نداریم، مردم 25 سال آینده دیگه ما مستاجر نداریم؟ ببینید پیاز شده قیمت مرغ، مرغ شده قیمت گوشت، گوشت شده قیمت گوشی، گوشی شده قیمت ماشین، ماشین شده قیمت خونه. و کی قراره درست بشه؟ پشت این جمله که اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه چه مبلغی خوابیده، چند هزار موشک درست شده، چقدر سرمایه گذاری شده. این جمله که اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه چند هزار میلیارد دلار برای ایران آب میخوره. اینها نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش این میشه که من جوون دهه 80 دهه 90 دارم نگاه میکنم خدایا من دارم شب و روز میدوام. صبح که از خواب پا میشم میگم الهی به امید تو شب برمیگردم خسته تر. هر روزی که دارم میدوام به هیچ نتیجه‌ای نمیرسم، به هیچ چیزی نمیرسم تو این زمین، ولی دارم میبینم که میلیاردها دلار از کشور من داره خارج میشه برای اینکه دنیای اونها ساخته بشه و دنیای ما ایرانی ها داره خراب میشه. زندگی ما رو گره زدن به اینکه صبر کنید خدا براتون درست میکنه. زندگی ما رو گره زدن به اینکه صبر کنید منتظر باشید اتفاقات خوبی خدا بهش میده، خدا بهتون این رو میده، خدا بهتون این رو میده. خدای من و شما بهترین چیزها رو برای من و شما خلق کرده. دینی که بخواد اینجوری با مردم برخورد کنه به هیچ دردی نمیخوره. یه کلاهبرداری بزرگه. خدا میخواد بنده هاش بهترین امکانات رفاهی رو داشته باشه. اگه یکی از اون دهه 80 بیاد به شما بگه که مثلا خدا رو قبول ندارم، شما بهش چی میگی؟ نظر خوش تا جایی که بتونم باهاش صحبت میکنم. قبول نکرد خدا این اختیار رو بهش داده. قرار نیست اون آقا خدا رو قبول نداره من برم به زور تو مغزم بچبونم خدا 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 خدا. آقا من نمیخوام. خدایی که تو داری میگی به من قدرت انتخاب داده، خدایی که تو داری میگی به من قدرت اختیار داده، من نمیخوام قبولش کنم. آقا نمیخوام. بنیانگذار نظام گفته ما مردم ایران رو به مقام انسانیت میرسونیم. مقام انسانیت ما رسیده به کلیه فروختن، مقام انسانیت ما رسیده به قرنیه چشم فروختن، مقام انسانیت ما رسیده به خیلی معذرت میخوام تن فروشی مادران برای شیر خشک بچهشون. مقام انسانیت ما رسیده به این همه تورم، مقام انسانیت ما رسیده به این همه فساد. شما ببینید اگر ستاد اجرای امام، دفتر حفظ و نشر آثار امام سالانه صدها میلیارد دارن بودجه میگیرن، سالانه میلیاردها دلار پول دارن. خب اینا به جای اینکه بیان کتاب امام رو دوباره چاپ کنن، بیان عکس امام رو دوباره چاپ کنن، بیان پول آب و برق و گاز مردم رو بدن با همون بودجه. این همه اختلاس کردن، یه بار اختلاس کنن به خود مردم بدن. این همه دزدی کرد. وقتی میگیم آقا این کار اتفاق بیفته میگن بودجه نیست، ولی بلافاصله بعدش میبینیم یه اختلاس هزاران میلیاردی. اون چیزی که آبرو روحانیت رو بردش همین اختلاسا بود. اون چیزی که آبرو آخوندا رو بردش چای دبش بود. اگر توی یه چای دبش میشه این همه خورد، اگه با یه چایی میشه این همه اختلاس کرد، توی معدن چه خبره؟ توی طلا چه خبره؟ توی آهن چه خبره؟ توی این تراکنشات بانکی چه خبره؟ توی این همه برنامه هایی که اینا دارن انجام میدن چه خبره؟ چرا مردم تا کی صبر کنن این همه فساد رو ببینن؟ بزرگترین درد ما، بزرگترین بدبختی ما اینه که ما داریم برای دنیای فلسطینی ها می جنگیم، برای دنیای عراقی ها داریم می جنگیم، برای دنیای سوریه ها داریم می جنگیم، ولی به مردم خودمون میگیم مردم صبر کنید اون دنیا خدا بهتون میده. داریم یه کلاهبرداری دینی میکنیم. آقا ما داریم ذخایر کشورمون و پولهای کشورمون و دلارهای کشورمون رو خرج فلسطین و سوریه و عراق میکنیم، ولی به مردم خودمون میگیم صبر کن. داریم دنیا رو برای عربها، دنیا رو برای فلسطینی ها میسازیم و دنیای خودمون رو جهنم کردیم.
به حاکم. اسم کشور ما جمهوری اسلامی ایرانه. یعنی قبل از این که ما بگیم کشور ما اسلامی جمهوریه و نظر مردم، به نظر من باید اسلامی بودن رو توی بعضی مناطق کنار بذاریم، کوتاه بیایم، یه دندقب بیایم. هرچی که ما میگیم وحی منزل نیست. بزرگترین ظالم ها، بزرگترین امثال فرعون ها بودن که توی یک شب نابود شدن. هیچ کس نبوده که همیشه بمونه. چرا؟ چون ذات انسان تغییره. همه انسان ها تغییر رو دوست دارن. تا یه جایی اجازه میده، تا یه جایی مردم را میان، ولی تا یه جایی به بعد دیگه مردم نمیتونن کنار بیان. نمیتونن با این افکار، با این عقاید، با این برخوردها کنار بیان. آیت الله خمینی سخنی داره، میگه که اگر این نظام شکست بخوره تا 100 سال دیگه بوی دین تو این مملکت نمیاد. اگر این نظام شکست بخوره تا 100 سال دیگه بوی دین اصلا تو این مملکت نمیاد. و ما داریم میریم به این سمتی که دیگه بوی دین نیاد. ما داریم یه جوری برخورد میکنیم. گفتم قبل از اسلامی بودن جمهوریم. ما جمهوری اسلامی ایرانی، ولی متاسفانه تو مملکت ما به این جمهوریت بهایی داده نمیشه. چرا به نظرتون؟ چرا حاکمیت نمیخواد بشنوه صداها رو، انتقادات رو؟ چون خودشون رو عقل کل میدونن. چون خودشون میگن آقا هر چی که ما میگیم درسته. دستوری که قرآن به مردها میده میگه چشمتو کنترل کن. همین. من حق ندارم برم باتون بگیرم دستم بزنم تو سر دختر ایرانی بگم الا و بلا باید روسری سرت باشه، الا و بلا باید چادر سرت باشه. یه دلیل این که مردم نماز نمیخونن، به اعتقادات مذهبی اعتقادی ندارن، همین ما آخونداییم. انقدر که بد رفتار کردیم، انقدر که خانم‌های محجب بد رفتار کردن، میگه خب اینه دیگه، این الان نماد اسلامه، این الان مثلا جلوه اسلامه. چه گلی زد به سر ما، چقدر بد اخلاقی کرد، چقدر بی احترامی کرد، چقدر دزدی کرد، چقدر اختلاس کرد. شما ببینید آهنگ سلام فرمانده بیشتر بازدید خوردش یا این آهنگ مغزهای پوسیده، آهنگ شروین اگه اشتباه نگم اسمش. چقدر مردم پیگیر اون بودن، چقدر مردم پیگیر این بودن. یعنی مردم نمیخوان و نمیشه، به زور نمیشه. من توی خیابون دارم میرم با لباسم، با عبا و عمامم، یه خانومی شالش وسط سرشه، ولی وقتی من آخوند رو میبینه شالو میندازه دور گردنش. این مشکلش حجاب نیست، این مشکلش رفتاریه که من آخوند با اون داشتم، رفتاریه که نظام با اون داشته. یعنی این شاله اصلا تو اولویت ما نیست. این شال رو خانم ها دارن از سرشون میندازن که بگن آقا ما به این افکار شما، ما به این اعتقادات شما، ما به این دستور دادنهای شما اعتراض داریم. شما ببینید چقدر الان ما آدم های مسلمون و شیعه داریم که بی دیدن آقای مولوی عبدالحمید دارن میرن. یعنی تفکرات علمای شیعه یه کاری کردن که مردم دارن میرن به سمت سنی شدن. این مملکتی که انقدر ما ادعای علوی بودنمون میشه، انقدر داره ادعای اهل بیتی بودنمون میشه، انقدر داریم با اهل بیت زندگی میکنیم، مردم دارن میرن به سمت اون. مراجع تقلید ما جرأت نمیکنن حرف بزنن. 2 مرجع تقلید حرف زد، چه بلایی سرشون اومد، چه رفتاری باهاشون شد، چه بلایی سر آقای صانعی اومدش، انتقاد کرد دیگه. متاسفانه اون ظرفیت وجود نداره و یه دلیلش اینه که مراجع میترسن انتقاد کنن، یه دلیلش اینه که مراجع تقلید ما خودشون گلن. واقعا دارم میگم مراجع تقلید ما خودشون هیچ عیب و ایرادی شاید نتونیم ازشون پیدا کنیم، ولی بچه هاشون، فرزندانشون، نوه هاشون، فک و فامیلشون از طریق اونها یه اهرم فشاری به مراجع دارن وارد میکنن که اگر صحبتی بکنی بچت این کارو کرده. یعنی مرجع تقلید به خاطر بچهش میترسه حرف بزنه، به خاطر خون و زندگیش میترسه حرف بزنه. این ترسه باعث شده که مراجع هم دیگه نمیتونن حرفی بزنن. اون قدری که این تندروی های مذهبی و دینی، اون قدری که جهل دینی آدم کشته، کرونا نکشته، جنگ های جهانی نکشته. یعنی انقدر این رفتارهای تند دینی باعث شده آدم ها بمیرن، جنگ ها به وجود بیاد که هیچ مرضی، هیچ
جنگی، هیچ اتفاقی، هیچ بمبی انقدر نتونست آدم بکشه. یعنی آدم‌های تندروی دینی ما از بمب اتمی خطرناکترن. و یه دوز میاد مثلا خونه آدم یه تیکه از وسایل خونه رو میدوزه و میبره، ولی آدم‌های دینی هم دارن اسباب و وسایل ما رو میدوزن، هم دارن زندگی ما رو میدوزن، هم دارن اعتقاد ما رو میبرن. یعنی دوز شرف داره به اینها. دوز اومده یه تیکه طلای من رو دزدیده برده، ولی اینها با رفتارشون دارن یه کاری میکنن که اقتصاد ما نابود شده، اعتقاد ما نابود شده، روابط اجتماعی ما نابود شده. کل دنیا به یه دیدگاه تروریست و به یه دیدگاه جنگی دارن به ما نگاه میکنن و ما داریم شکست میخوریم. باید تغییر ایجاد بشه، باید صدای جوانها شنیده بشه و این حالا فکر نکنم اتفاق بیفته. به نظر شما این تغییره با رفراندوم حل میشه؟ اگر نظام قبول کنه که رفراندوم انجام بشه، اگر قبول کنه که مردم بیان واقعا نظرشون رو بگن. من توی یکی از روستاها بودم، 2 بچه یتیم بودن، سوار ماشینم کردم، اینا رو آوردم داخل شهر. قضیه برای 2 سال پیشه، سال 1400 بود، اوایل سال 1400 بود. بعد برای این بچه ها من بستنی خریدم، یه بچه 10 ساله، یه بچه 12 ساله. بعد پسر برگشت به من گفتش که عمو این چیه؟ یعنی خدا شاهد، بچه 12 ساله به من میگفتش عمو این چیه برای من خریدی؟ یعنی بچه بستنی ندیده، یه شاه رفت 1000 تا آقازاده اومد. و این ملت باید چی کار کنن که نمی کنن؟ هر 4 سال یه بار به مردم میگیم مردم بیاید به وظیفه دینی خودتون، به وظیفه شرعی خودتون عمل کنید. این مردم تا چند سال دیگه باید به وظیفه شرعیشون عمل کنن. ما چی باید تو کشورمون داشته باشیم که نداریم؟ نفت نداریم، گاز نداریم، طلا نداریم، معدن نداریم. چی باید باشه که نداریم؟ این همه پول کجا میره؟ کمیته امداد داره چی کار میکنه؟ چون مسئولین ما به جای شناسنامه دادن به سیستانی ها دنبال گرین کارت خودشون تو کشورهای خارجی بودن. پرچم آمریکا و اسرائیل رو همه بلدن آتیش بزنن، ولی اگه شما راست میگید بیاد گرین کارتتون آتیش بزن. چون وقتی که دارن میذارن برای اونور آب، برای اینجا نمیذارن. چون تمرکزی که مسئولین ما با روی فلسطین و غزه و سوریه و عراق دارن رو کشور خودمون ندارن. بلوچ های ما باید چیکار کنن که نمیکنن؟ یه سری گروهکایی خواستن که من اصلا با اونا کاری ندارم، اصلا نمیدونم چیان، ولی مردم ما باید چیکار کنن که نمیکنن؟ سیستان و بلوچستان باید چیکار کنه که نمیکنه؟ تا کی باید این وضعیت رو تحمل کنه؟ تا کی باید این همه تبعیض، این همه اختلاف طبقاتی؟ یه بچه‌ای تو ایران بستنی ندیده و بچهای اینها کثافتکاری نمونده نکرده باشن. هر جای دنیا که میخوان میرن، هر کاری که دوست دارن میکنن، هیچ دغدغه‌ای ندارن، هیچ مشکلی ندارن. بعضی ما میگم خدایا یه آدم چقدر میتونه بخوره؟ چقدر قراره بخوری؟ کی سیر میشید؟ مردم، اون آخوندی که تو خیابون پیاده داره راه میره، اون به خدا هیچ کار است. اون آخوندی که کاری باشه، ماشین ضد گلوله داره، بادیگارد داره، خدم و حشم داره، اصلا مردم نمیتونن ببیننشون آخوند. با توجه همه اینا، نمیخوام دیگه خستتون کنم، با تمام این همه نکاتی که گفتین، آینده ایران رو چطور میبینید؟ با این وضعیت خیلی بد، خیلی بدتر از این. الان تازه شروع شده به نظر من. یه 40 سال مردم رو نگه داشتیم و به زور افکارمون رو تحمیل کردیم، ولی از الان به بعد فکر نکنم دیگه این اتفاقا باشه. شکست میخوریم، خیلی شدید شکست میخوریم، خیلی عجیب، به حدی که همون سخن آیت الله خمینی که تا 100 سال دیگه بوی دین و بوی اهل بیت و بوی قرآن و بوی مذهب دیگه تو این کشور نمیاد.